به نام یزدان بخشنده و مهربان، سلام به شما هموطن عزیزم، عاشقان فوتبال در سرزمینم ایران. رقابت الدوحیل قطر و پرسپولیس ایران رو با گزارش اختصاصی من بیننده هستید. این شما و این حساس‌ترین لحظات این نبرد از لیگ قهرمانان آسیای 2023-2024. نعمتی پاس از سروش رفیعی، پشت سر مدافع الدوحیل، یک کد عالی اما سر به سر زاهدی، توپ به بیرون فرستاد. معز علی کوتینیو توپ میخواد ازش، خود معز علی به پرسپولیس قبلا از نقطه پنالتی گل زده، یه پاس خطرناک، اولونگا بیرانوند، این ضربه و دفاع عالی از ریگی. توپ را از دست میدن پرسپولیسی ها. رفیعی جبران کرد، حالا باید سریع اضافه بشن. عالی شاه پشت محوطه جریمه، سلمانی ضربه‌شو میزنه به تیر. خدای من، ریباند تو موقعیت